ششم اعتماد سازی با چین و روسیه هستش، برای اینکه مانع از این بشیم که اینها بخوان سنگ اندازی بکنن. اهمیت داره به این دلیل که خب روسیه اون بالا سر ما هستش، به همچنان یک ابرقدرت جهانی هست. ما به هر حال با اینها باید بتونیم همزیستی مسالمت آمیز اینجا داشته باشیم. با چین هم از این نظر مهم هستش که چین مهمترین شریک تجاری ما هستش. الان بخش زیادی از منابع ارزی ما در چین وجود داره. بخش زیادی از تجارت ما، جمهوری اسلامی هم که ساقط بشه، با چین انجام خواهد شد، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت. حالا بعد در بلند مدت چه اتفاقی بیفته بحث دیگه است. در همون منطقه همه این کشورها اولین شریک تجاریشون چین هستش. یعنی مثلا حتی در بحث نفت و اینها به هر حال این چین هستش که بیش از پیش نیاز به نفت داره. امریکایی‌ها که نفت خودشون دارن. اینا از این نظر مسائل و مشکلات رو با چین و روسیه باید حل کرد، صرف نظر از اینکه ما از رهبران اینها خوشمون میاد بدمون میاد. اینکه مثلا بنده راجع به حزب کمونیست چین چه فکر میکنم، که فکر میکنم حزب بسیار تبهکاری است، یا راجع به پوتین چه فکر میکنم در حوزه وقتی که افراد وارد دولت میشن، میخوان دولت موقت بشن، بعد اینها رو بذارن کنار، بتونن که منفعت ملی رو در نظر بگیرن.